پرواز زائران داغستانی با خط‌سیر مستقیم به مدینه برای نخستین بار توسط شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان انجام می شود. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صادق امامی با همتای قرغزش دیناره کمیلووا دوربین مناسبت دو کشور را بررسی کردند. اتحاد اروپا سفیرش در تاجیکستان را دیگر کرد. تقریباً 40% مهاجران کاری تاجیکستانی سنت پترزبورگ روسیه را ترک کردند. شرح بیشتر از این خبرها. پرواز زائران داغستانی با خط‌سیر مستقیم به مدینه برای نخستین بار توسط شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان انجام می شود. بولد قربانوف، دیرکتور گنرالی شرکت حجی مروتور که یک جای با شرکت هواپیمایی سامان ایر پرواز را تشکیل کرده است، روز چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفته است تقریباً 40% زائران داغستان امسال مستقیم از مخچکله به مدینه پرواز می کنند. قربانوف گفته است 1800 نفر با هواپیمای شرکت سامان ایر مستقیم به مدینه پرواز خواهند کرد. به گفته او در سال جاری در تشکیل پروازهای مستقیم از مخچکله بنابر تحریم‌های جاری علیه کشور مشکلات پیش آمد، اما با جلب شرکت تاجیکی در حمل و نقل این مشکلات حل شد. در مجموع امسال بیش از 4,500 ساکن داغستان می توانند به زیارت مکه و مدینه بروند که این جمهوری در بین منطقه های روسیه کوته کلانترین را گرفته است. مراسم اصلی حج از 7 تا 12 ایول برگزار می شود. در سالهای 2020 و 2021 طبق تصمیم مقامات عربستان سعودی به دلیل محدودیت‌های کرانتین امکانی رفتن به حج نبود. معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان صادق امامی با همتای قرغزش دیناره کمیلووا که برای اشتراک در کنفرانس دوم بین المللی عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سالهای 2018-2028 وارد دوشنبه شده است ملاقات کرد. تقریر دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد در ملاقات مسئله‌های وضع کنونی و دورنمای روابط منبعث دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و قرغزستان مورد بررسی قرار گرفتند. در واخر جانب‌ها درباره حفظ و گسترش رابطه‌های دو جانبه در چهارچوب پلتفرم‌های منطقوی و بین المللی تبادل نظر کردند. هنگام حل مسئله‌های مربوط به روابط دو جانبه، صادق امامی و دیناره کمیلووا برای اهمیت ادامه مکالمه سازنده دائمی تاکید کردند. یادآور می‌شویم که قبلا دادستان‌های کل تاجیکستان و قرغزستان ملاقات دایر کرده بودند که در آن مبارزه با نزاع‌های مرزی را بررسی کردند. در پی ملاقات جانب‌ها به موافقه رسیدند که رابطه‌های مستقیم کاری بین دادستان‌های ولایت‌های نزد مرزی و نواحی دو کشور را تقویت بخشند. رایمونداس کارابلیس، معاون وزیر کارهای خارجه لیتوا، دیروز 8 ایون سفیر نوی اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین شد. کارابلیس در این سمت دیپلمات شوئدی میریلین یوزفسون را که از سال 2018 در این مقام کار میکرد عوض کرده است. یوزفسون باشد رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در قرغزستان تعیین شد. کارابلیس 54 ساله است و بخش حقوق دانشگاه ویلنیوس را ختم کرده است. در گذشته وزیر دفاع لیتوا هم بود. اتحاد اروپا یکی از شریکان مهم تاجیکستان به شمار می رود و در سالهای 2014-2020 در عموم 227 میلیون یورو یاری کرده است، اما از محدودیت دسترسی به اینترنت و آزادی بیان و نقض حقوق آدمان در این کشور ناراضی است. این در حالی است که مخالفین و سازمان‌های حامی حقوق انسان سالهای آخر اتحاد اروپا را به چشم پوشی به پایمالشوی حقوق آدمان و آزادی‌های بنیادی در تاجیکستان تنقید می‌کنند. تقریباً 40% مهاجران کاری تاجیکستان به دلیل بسته شدن کارخانه‌ها و نبودن جایهای کاری پایتخت شمالی روسیه سنت پترزبورگ را ترک کردند. در این باره به رسانه‌ها کانسول گنرالی تاجیکستان نظری حامد جان تیمور خبر داده است. دیپلمات تاجیک گفته است وضع به اعتدال آمده پروازها بین سنت پترزبورگ و شهرهای تاجیکستان پیوسته صورت می‌گیرند. با دعوای کانسول، مهاجران تاجیک بیشتر در شرکت‌های وطنی که از جانب مقامات محلی و صاحبکاران تأسیس داده می‌شوند، کار کردن را افضل‌تر می‌دانند. این دعوای نظری در حالی است که با سبب اندازه بلند نبودن برق و شرایط استحصالات اکثر کارخانه‌های تاجیکستان رو به مفلسی آورده، هزارها صاحبکاران از فعالیت دست کشیده می‌خواهند رو به مهاجرت آرند.
قبلا وکیل دومه دولتی روسیه میخائیل دلیاگین پیش بینی کرده بود که در آینده بازارهای نوی روسیه به دلیل اقتداری کمتری خود برای کارگران خارجی قلای نخواهد بود و آنها راه دیگری درآمد را میجویند. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی و محوره‌ای پیام تیوی پیگیری کنید.